نشو جنایتکار. لطفاً التماس میکنم داد نزنید. نه اوی، اگر یک قدم دیگر نزدیک شوید چقدر آوازی که دارم داد میزنم. خانم زهرا از اینجا رویم، همش رو با شما میفهمم. خاموش شو. تو چی خیلی انسان هستی ها؟ تو چند روی داری؟ دروغگوی ساخته کار. گوش کنید خانم زهرا. با دقت همه گروه ها در آثارخانه مرکزی دزدی شده است. کسی در نزدیکترین مسافه باشد به آنجا حاضر شود. مرکز فهمیده شد. ما سرکمیسر اونال به جای حادثه انتقال میکنیم. فهمو؟ من باشم جانی وزیر یاردمچی کمیسر لوین. ای احمقی نکن لوین. زود گاز را زیر کن. زود باش. رفتن دزد رو دستگیر کنیم. زود باش. تمام سردارم. آخه من پلیس پروفسیونالم. ای گبرا بس کن. گاز را زیر کن. زود باش. زود باشید زود. خانم زهرا از اینجا رویم، همش رو میفهمونم. مرا سرده مرا گفتم. چرا میفهمونی ها؟ چرا؟ اکنون دروغهای ساخته ایت را شنیدن نمیخواهم. آدم بیشرم. گوش کنید زهرا. خاموش شو. نامی مرا دیگر اصلا به زبانت نگیر. تو ملایم گفتم مرا فریب دادی. نه تنها مرا بلکه دیگران را نیست. حالا هم با کدام روی گپ زده ایستاده ای؟ گوش کنید بی خانم. شرم، بد اخلاق، بی حیا. گوش کنید خانم زهرا. خاموش شو گفتم به تو. گوش کنید زهرا، من هیچ کس را. خاموش شو. با بالای این باز دوست بر اومدی. تو کو میدانی چه خیلی انسان هستی؟ تو دوستی بیچاره می باشه که شخصیت یک دامولای وفات کرده را دزدیده ای. من هیچ کس رو فریب ندادم. خاموش شو گفتم به تو شخصی دوست داشته مرا دزدیدی. نقاب زاغی سیاه را دزدیدی. تو دوست هستی. گوش کنید خانم، یعنی من. چی تو یعنی ها؟ چی؟ من تو کی هستی؟ با نام زیو یک ساخته کار؟ یا که با نام کلتکی راست یک دوست؟ کی هستی تو؟ جواب دادن نمیتونی ها؟ البته جواب دادن نمیتونی چون که تو یک دوستی پستی ناآدمی نابکاری ساخته کار هستی. خدایا من با کی ازدواجی ساخته کردم ها؟ اما این دفعه میبینی یزنه اونالم این دفعه تو را دستگیر میکند. حالا میبینی این کار رو بینی؟ جسارت این آدم رو بین. آثارخانه ملی را دزدی میکنده. وای این جسارت رو از کجا میگیرده؟ جسارتش را نمیدانم اما در حیاتش بسیار خطاگی بزرگ کرده ایستاده است. بعضا نظر میکنم ما مانند قهرمان‌های سینما هستیم. من مل گیبسون، شما میستر پوارو. تو چرا مل گیبسون بوده ای؟ آخر من از طرف شخصی بایستادش هستم سردارم. من جوانش مل گیبسون، شما باشید شخصی مولبدار پیرش هستید. پوارو برود داشت سردار. اوه تو پیر هستی. من چند تا توبر اینها رو از جیبم برآورده میدانی چیکار میکنم؟ سردارم با فکرم کدام به من زنگ زده ایستادن. با فکرم میستر پوارو است. اوه سلی. الو لوین در نزدیک در کسی هست. دوست بودنش ممکن است. در رو کوفته ایستاده است. التجا میکنم زود بیو. بسیار ترسیده ایستادم. مایلش خانم شده. شما تماما خواطری نشوید. درتون رو خوب محکم کنید. من میآیم. لوین میآید. ای پسرم تو چیکار میکنی؟ ای مگر دیوانه هستی؟ سردارم آجینا کارم برآمد. باید برگردم. ایستا میگویم. ای دیوانگی نکن. لوین آخه سردارم من از در خانه سلین یک دوست آمده است. از همین سبب باید برگردیم. ای پسرم اول به آزارخانه رفتنم ضرور است. در آنجا دوست است. دستگیر کردن لازم. آخه سردارم به خانم سلین وعده دادم اگر نروم نامردی میشم. پسرم با دیگر پلیسا خبر میدیم کار حل میشه. خیر نباشد ماشین رو من اینجا من میکنم. من میفرم شما روید. ماشین را نگهدار. این مردک مرا مل گیبسون میگه. خطبازی من میگه. نگهدار. بیس یک جای موافق بگو. سردارم توکلت بر خدا من رفتم. لوین حالا با همه این جواب میدی فهمیدی؟ احمقی بیفهم. به همه کی بودنی تو رو میگویم. به نزدی همه برآمده نمیتوانید. نه تنها به نزدی همه بلکه از داخل برآمده نمیتوانید چون که تو رو پلیس در همه جا میکوبد. تو را دستگیر کرده به محبس میپرتاید. گوش کنید من پلیس ها آمدن. سرده مرا. مرا. از اینجا رویم. همه شو میفهمونم. آدم دیدم. تو رو
گوش کردن نمیخواهم سرده مرا زهرا کمک کنید ایست. یاری دهید زهرا پلیس صبر کن. یاری دهید یاری دهید زهرا سرده باید مرا از اینجا رویم همش رو بفهمانم آخه زهرا یاری دهید بیاید رویم دوستی نابکن سرده مرا در اینجا چی شد؟ сардорам чӣ хеле коро кардааст аз ин девор баромада ва тиреза даромадааст баъд бошад боз аз ҳамин ҷо фаромадааст این هرچه باشد کاری تنها کلتکلس است. این کاری کلتکلس است. این در رو گوشو چی کار میکنی سرده مرا شد زهرا یکمتر آرام شوید از اینجا برایم همش رو میفهمانم بعد از اون باشد میرویم آخه تو چقدر آدمی پرمونه آهسته آخه شبیه سرده آخه. مرا شدم الله سلامت و کمیسر اونال خبر میدین من کمیسر اونال با سرخانه ارخئولوژی سه گروه دیگر روان کنید. بسیار تعجیلی است. سه گروه دیگر روان کنید. احاطه کردن لازم است. این دفعه تو را دستگیر میکنم کلتکلس. دستگیرت میکنم. سردارم مردی دوز یک زن رو هم دزدید اوه کلتکلس این سفر از دستم خلاص نمیشوی. تو با من بیا. همه با ماشین زود سوار شوید. تو چرا مرا دزدیده ایستاده چی کار کردنت رو میدانی ها؟ زهرا لطفا سفسطه نگوید من شما را ندزدیدم پس چرا مرا اون زمان در آنجا نگذاشتی و با خود اسیر گرفتی؟ نمیخواهم که بایزنتون همه چیز رو گوید نمیخواهم که همه کار رو بربودید چون که میترسی از محبسی شدن میترسی این را باید پیش از جنایت کردنت فکر میکردی از همه خوبتر شرط جزایت رو گرفتن است اگر به این هم تسلیم نشی من همش رو به ازای اونا نمیفهمونم عجبا چی رو میفهمونید مگر شوهر شما بودن کلتکلس رو میفهمونید تو شوهری من نیستی فهمیدی نیستی اما این رو یزنتون نمیدوند بابایتون یزنتون شما همه رو فریب کرده مجبور شدم مجبور شدید پس معلوم شد که هر انسان زمانهای مجبوری داشته است برای همین جنایت کردی خانم گوش کنید من جنایتکار نیستم فهمیدید همه چیز ها مانند دانستن شما نیست من دیگر دروغ‌های تو رو گوش کردن نمیخواهم ماشین رو من کن خانم زهرا اشتر صدمه میکنیم لطفا خیل نکنید من که گفتم آخیر صدمه کنیم کردن گیریم مرا از این ماشین فرار اشکارا ماشین من دزدیده ایستاده است دوست انا اکنون دوست شدیم مگر این خیلی چیز میشود نکنید گوش کنید من نمیخواهم که همش رو باید نتون فهمونید که بودن ما رو به هیچ کس گفتنتون لازم نیست من خواهرم رو نمیافتم او رو دیگر گم کردن نمیخواهم فهمیدید خواهرت؟ بله درباره اکام به دستتون یگون معلومات اومده است دانستن میخواهم. تو حال درباره کلتکلس یگون معلومات به دست نآوردیم کلتکلس؟ بله کلتکلس؟ بیتل خواهری تو است؟ بله لوین در کجایی؟ التماس میکنم زود بیا. خانم سلین اومده ایستادم خواهر نشوید از شما یک خواهش دارم تو اومدن من یگان اوقاتی با مزاق پس کلون گشتمون است هیچ کمی سه قوتی کار میخریم حل میکنیم تمام مهلش انتظار میشوم. هم مردک تیزتر های کن گذا وجق آخرین خیل نمیشود اکا مرا من کردید من شما رو شهروندی عادی فکر کردم ماشینم رو گرفتید پلیس بودید این خیل شدنش ممکن است هیچ گپ ندارد چیزی نمیگویم در حیات چی ها کی نمیشود آخر با پلیس کمک کردن وظیفه شهروندی ماست اما با تو آشکارا میگویم که تو هم به اجرای وظیفه برآمدی اکا آخر من هم وظیفه به خود خاص دارم به تو صدقه این خیل نمیشود آخر ای برادر توی قدر آدمی سرگپ بوده گاز رو زیر کن گاز رو زیر کن گاز رو زیر کن تو چی ها میگویی آقای پلیس انا دیدید بازرسی اتومبیلی هم از قفای ما شد ای درباره تو حاضر ملیسه ششتگی یاردمچی سرکمیسر لوینتی روزی بی گاز رو زیر کن جوابش رو میگویم من بچه زیر کن من میگویم که از پس همون بازرسی دولتی هست تو باشی گاز رو زیر کن میگویی هم مردک میگو درباره شما ملیسه ایستادگی گاز رو زیر کن دیر شد سیلن در خطر است بیتل هم میداند که تو دوست هستی چی علاقه دارد
بیتول ما رو همچون دملوزی رو میدونیست و همیشه همین خیلی باید داند. چون که تو دروغگوی هستی. حیاتی تو پر از دروغ است، نه؟ کنیرات رو مانده. با دقت همه گروه ها ماشین دزدیده کالتگلات در کوچه مرکزی رفته ایستاده است. همه گروه ها او را احاطه کنید. آی کالتگلاس، این سفر از من خلاص نمیشوی. تو را حتما دستگیر میکنم. ای برو فراره. خانم زهرا. با ماشین خودم برای دزدیده ایستاده است. خانم زهرا. برو فرار گفتم. سر. ایستا. محکم داشت. بسیار هم خوب شده سی. ماشین رو با اینجا پنهان کردن در کار. تو چی سفسته گفته ایستاده؟ ماشین کی رو در کجا پنهان کردن در کار؟ خانم زهرا، اگر پلیس ها من را دستگیر کنند سر هر دویمون در بالا میمانند. از نومی خودت کم زن مرا چرا پلیس ها دستگیر میکردن؟ از برای خدا یک دم خاموش شوید. این رو بیننده؟ تو چی کار کرده ایستاده ای؟ ای برادر شما هم پلیس منم پلیسم تخصمات امیرا وعده میده که من میگیریم میتیم خانم سلین در خطر است باید اون من نجات دهم مرحمت پف کنید خدایا گذراندی او 15.5% تو چی خیل با این حال ماشین راندی ها؟ تجهیزات خطا نشان داده ایستاده است آقای پلیس. من مست نیستم. بیا برادر بیا با اجرای وظیفه مخصوص میرویم ها. هیچی مرا نگاه نکن گناهکار برای سوال جواب در 100% افیق کمانی در ماشینش طرفری سه داره بگی 510 رفت سلین نجات دادن در های ماشینم رو دزدیده ایستاده است. دمت را گیر پلیس چرا ماشین تو را دزدد؟ حریفی بدمست. آخر آقای پلیس من راست میگویم شما خطا کرده ایستاده. روزنامه‌ات را بیا. گوش کنید. خانم زهرا گرفتن لازم. خانم زهرا با من نروید. بیاید با من به رگ ماخی رفتن در کار. خاموش شوید چرا گریزم؟ مرا سرده. من پلیس همش رو میفهمونم. التماس. میازم همش رو میگویم. التماس میکنم با آخر خاموش شوید یک دم. شد. بله سرده تمام. سرده تمام آرام. سرده تمام. با کجا میدوی آخر؟ با این طرف بیایی خاموش شو آخر خاموشه. چرا خاموشیستم؟ خاموش نمیستم. تو مگر گناهی انسان دزدی را نمیدانی؟ فقط نگوی که برای دزدیدن من مجبور شدی. چه خیل دوزی؟ درباره کدام دوزی گپ زده ایستاده؟ گوش کنید. اگر مرا با آنها دید هیچ چیز به دست نمیآورید. اگر مرا فکر نکرده باشید بابایتان رو فکر کنید از بیمارخانه نبرآمد. بابایم به تو باور کرده بود. لعنت بتی. لطفاً گوش کنید التجا میکنم با من کمتر باور کنید. التماس با من کمتر باور کنید. همش رو درست میکنم وعده میدیم. همش رو درست میکنم نگویی وعده میدهی ولی باز گناه میکنی صدی رو هم شده درست میشم نگویی من به تو چه باور کنم ها؟ کمتر با منطق فکر کنید. کمتر با منطق فکر کنید. اگر مرا به دست اونها دید تنها بابایتان رو نه بیتل رو هم میسازانید. گوش کنید زهرا من نو خواهرم را یافتم. حالا از دیدارش سیر نشدم. اکنون از او جدا شدن نمیتوانم. با این طاقتم نمیآید. از شما التماس میکنم مرا با آنها ندهید. التماس میکنم لطفاً رفتنمون لازم است. این خانه خالی است. با اونجا رفتم پنهان میشویم. تو فولبین هستی مگر از کجا میدونی که این خانه خالی است؟ برای خالی بودن این خانه رو فهمیدن شرط نیست منجم باشی. قطی پشت پول لب به لب تاربندش رو کنده پرتافتن. از برای خدا با همون خانه درایم آخه. من چرا درایم؟ من مثل تو دوست نیستم فهمیدی؟ خانم زهرا با من میایی. رفتیم گفتم. سرده مرا رفتیم. تمام. گریز. زهرا چنان گریختم که دیگر مرا نمی‌یابد. به خانه دیگر کس می در اومده ما؟ دوست. دقت باشید
همه جا را خوب جستجو کنید. مرا فهمیدید بچه ها؟ یازنا زهرا تو در اینجا چیکار میکنی؟ یازنا اوسرخونه را کارتکیلس دزدی کرد. این را از کجا میدانی؟ کارتکیلس دوملازی بوده است. چی؟ کالتاکیلوس دوملوزیوس؟ اینقدر هم نیه. یعنی تو با کالتاکیلوس اویلادور شدی؟ ولی بابا جان اما من این رو نمیدونستم. علاوه بر این ینگه طولینم روز میگفتن ازدواجی ما ساخته بود. خیر اگر ازدواج ساخته باشد طفل چی؟ طفل نیست. چی؟ تو حالا حامله دار نیستی زورا؟ بابا جان حامله داریم هم دروغ بود. بابا جان من از شما عذر میخواهم برای دروغ های گفتم. گفتن نمیتوانم. یکی به بابایم یک گناه سر اخته. چیکار میکنم؟ به یک جنایتکار کمک میکنم. خدایا چیکار کنم؟ کالتاکیلس در همین نزدیکی ها هست. فهمیدید؟ نگذارید که این دفعه از دستمون گریزد. همه جا را خوب جستجو کنید. یگان سوراخی نماند. باغچه را هم بینید. بامی خانه ها را هم از نظر گذرانید. شما با من بیایید. رفتم زود باشید. در آنجا زود باش. چشمان نیست مگر با خدا که اوست. لبه تو من خانم سلی دستا با بالا. من کی را گفتش دادم؟ برادر تو کی هستی؟ جان در دست سیلا داری؟ اجازت آمد داری مگر؟ اگر پولیس رو بینند مشکلی می شود. مردک من خودم ملیسه هستم. در دست خانه خانم سلی چی کار میکنه؟ خانم سلی پرابلم را حل کردم. تمام راحت باشید. لویت این توی نترسید خانم سلین. همش در زیر نظارت من است. تا آن دمه که لوین در بر شما است. با شما سلین جان عزیزم یگان خطر نخواهد رسید. آقای پلیس لحظه خوش رو ویران کرده نمیخوام اما دوست در آمده است به خونه. خیز برادر خیز. یک بار دیگر در نزد دری خانه سلین شما را بینم گوشت را میبرم. چی؟ یا خدایا توبه به حالی گرفتار شده من نگر. باید پینهان شوم. آمده ایستادم. در جای دیز دستانت رو بردار. ایستادم. تو کیستی؟ کنی به من نگر؟ نگر. زهرا؟ اگر خود من تو را تا خانه ببرم برم تا خانه تا برم کنی پیش دارو کار خیست تمام. ایستا با نغلطی خدا توبه. هم مرده کجا را نگاه میکنی میگو که پیام باشی. توبه خانم سلین یادم جل شد. بدبخت نخواد در رمضان عرق بخری. لوین مرا ببخش. من او را دوست فکر کردم. خوب کردید خانم سلین. یعنی ممکن این بدبختی ناقص دوست هم شده میتوانست. با همین چوبکی دست زیبی خانه لوین تداری. خطر نفهم سلین. تشکری زیاد.
خیرت که هستی. خوش میکنم سلین جان، این وظیفه ماست تا که مردم خواب رود آرام تا سحر بیدار لیوین جان. شما حالا با درون در آمده دراتون رو خوب محکم کنید، خوب استراحت کنید. معلوم بسیار ترسید. شبهای خوش. وای بیا به خونه درو و تو قهوه آموده میکنم. قهوه؟ در نواز صدق سلین جان. زحمت نکشه خانم سلین جان، در کار نیست. نه جونم چی زحمت، یک قهوه بوده است. هم برای من شده ناراحت شدی. نه این طور نکنه خانم سلین، من پلیس هستم و این وظیفه من است. که خواهد من میایم. نصیب بد از توی بد قهوه رو نمیشه. زحمت نکشین، من میروم. جونم 5 دقیقه میشنیم و میروی. 5 دقیقه؟ مدامی که این خیل میگوید چوبک دستتان رو یک طرفه گیرد لیوین میداره. مرحمت. با اگه کن اون زنگ زده همه رو گویم چی؟ بیامونی از برای خدا کدام وقتی که زنگ زنیم غضبش رو از ما میبرارد. علاوه بر این از اون حریف بسیار حقارت ها میشنویم. خوبش نگویم این رو ها، خیلی ما نگویم و از کجا میفهمد؟ به خدا راست میگوی. بله من فکرم زنگ نزنی بهتر. گوش کن نمی من سیر رو داشته نمیتونم. میبینی که سیر رو در رفت فوش کرد. آخر چیکار کنم؟ این خصلتی بدی من است. میفهمی؟ از تو؟ های جانکمی با خانم سلین اینقدر مانندی داری. این رویش هم مانند است، یک رویش هم. های زنی احمق یک را مرا فریب داده. کی میداند به کدام قبر رفتی؟ ای باشد اکنون سلین است. تو اگر از نزدم برای پرویت نگاه نمی کنم. هی تایلاق فکرم را پریشان کردی حریف احمق. اکا جون همون لیوین چورچشمه از کو با خونه سلین در اومد. ما گفتیم ما خبر دیم با از اگم کسی دیگر نشونم اکا جون. تو چی گفته ایستاده ای؟ ها؟ چی گفته ایستاده ای؟ آن احمقی چورچشمه در خانه سلین چیکار میکند؟ وقتو اکا گم فکری بد ندارم. دویده با هیجان زیاد با خونه داخل شد. وقتی زیاد است که در همون درون است، لیکن چیکار کردنشون رو هم نمیدونم. ای تایلاق تو دیوانه شدی؟ تو چیکل گپ زده ایستاده ای؟ مرا گوش کن. غضبی مرا نیار، من در حال میایم. من نمیگذارم که سلین از کسی دیگر شود. نمیگذارم. انا دیدی؟ وای حریف از پشتی تو شده مرا دشنام داد و پس زد. فهمیدی؟ برادر به من چه علاقه دارد؟ ای خودت زنگ زدی. عقلت کار میکند یا نه؟ خودت زنگ زده گفتی مرا چی گناه کار میکنی؟ تو نگفتی که اگر تو نگویی من میگویم ها؟ من به تو چی گفتم ها؟ چی گفتی؟ شاید همین خیلی گفتم ها؟ تو از راستی میگویی؟ راستی این کارو چی خیلی میکنی ها؟ چی خیلی؟ های با من این خیلی ننگر؟ های اول تو به خودت نظر بکن. در اینجا آرامکر نشسته حلوت برده ایستاده بودیم ها؟ این رو برباد دادی حالا میآید و از گفته میآید. یا خدای توبه. زهرا تو در اینجا چی کار میکنی؟ یزنه من چی؟ آخر چون من اینجا شبه رو دیدم فکر کردم که کلتای کلاسی بیشرم این طرف گریخت. چی نگاه دارید؟ با اطراف پنگ شوید و من کلتای کلاس رو یابید. شما دوتون در اینجا مونه. زهرا من نفهمیدم تو در این کوچه تاریک چی کار میکنی؟ چی؟ اینجا مهمانخانه است. با خدا که بسیار زیبا بوده است خانه همون. تشکری زیاد. انا بین اینها پدر و مادری منم. ها می خیر. پدر و مادر چقدر آدمان خوشبخت بودنده. بله همین خیلی است. بسیار پزبانشون شدن. باوری دارم که هم شما رو بسیار یاد کردن خانم سلین. حالا میبینی شاید روز از ایتالیا بار اومدم میآیند و به شما سورپرایز میکنن. بسیار خرسند میشدم. من هم بسیار میخوام که با خسور خوشنامانم آشنایی پیدا کنم. یعنی انسان هایی که شما رو به دنیا آوردن میخوام با آنها شناس شوم. هیچ گپ نه، هیچ چیز نشده است. برای من ارزش معنوی دارد. از ایتالیا خریده بودم. تو فرو از ایتالیا خریدت بسیار قیمت است. در جایش گذارم عذر. در اصل دیگر چیز گرفتنی بودم اما فرصت نشد که خرم. چی خریدنی بوده؟ گربه از تخته تیار شده. یعنی خریدن میخوام اما فرصت نمیابم. خیر میلش من خواه اومده میگم. میلش
خانم سلیم برای من قهوه تیار میکنن. من در خواب باشم یا در بیداری. خود را بعد از که سلنج لوین جان آرام باش، یگان کاری مهم نیست. آرام شو لوین جان، یک قهوه است. سلیم برای من قهوه با شیر تیار کنید. پلاستماسه باز از تایما خریدم. زهرا تو مگر از من یگان چیز را پنهان می‌داری؟ یازا این چی سخن است که میگویید؟ من چرا پنهان کنم؟ چرا پنهان کنم؟ زهرا یک ساعت شد از تو میپرسم که در اینجا چی کار میکنی؟ تو ای و او گفته چی گفتنت رو نمیدونی. من هیچ چیز رو نمیفهمم. زهرا آخر گپ زد. آخر من چی کار میکردم؟ یازنا ترسیدم، به این طرف به اون طرف دویدم. ترسیدی؟ مگر کلت کلاس رو دیدی؟ نه، این بازی را تا کجا دوام داده میتوانم که به یک کسی جنایتکار کمک کنم؟ زهرا التماس ما را با آنها نفروش. خدایا من چی میکنم؟ زهرا گردن چی خاموشی شده ای؟ اگر کلتکیلس رو دیدم گویم عجب و همه چیز بدتر می شود. زهرا یزنا من از ترس زبانم لول مونده، از همین سبب میخیر شدم. امروز در آفیس کار زیاد داشتم، از آفیس برآمده به خانه رفته ایستاده بودم. ماشینم کم ترکک ویران شد. من باشم برآمده گو من خواستم از ماشین فرآمدم بعد باشد، چون انسان ها دو و ترس داشتن ترسیده به گریختن آغاز کردم. من پلیس بودنش رو از کجا دارم؟ خیلی اون کس رو دیدی که میگریخت؟ نه من هیچ کس رو ندیدم. مالش بچه ها تا به خانه تو رو همراه میکنن. زهرا نه یزا من خودم میرم. ماشینت ویران نشده بود؟ کم ترکک ویران شده است. حالا من آن رو از نظر گذراندم. اگر یگان مشکلی داشته باشد مثل گفته شما میکنم. انا اون در اون ماشین خانه است. در ماشین خانه؟ کدوم ماشین خانه؟ در ماشین خانه دوستم. خوب تمام. پس نباشد بچه ها تا به ماشین خانه با تو همراه میکنن. زهرا من باید عاجلا روم. مایلش یزنا داشته میدیم. خانم سله شما فولبینه طبی دیل مرا پخته. او شود اما از وزیر گفتمانم من فال دیده نمیتوانم. من نتوانم. تو میتوانی؟ بله، یعنی من در این باره درسی مخصوص گرفتم. الان در موضوع فال دیدن استاد فالبینه آموزش میشم. به خودت اوی سلین تو چی کار کرده استوده یا؟ انا اکای کنون هم اومد. او بخلو کی اومد؟ های در اینجا آرام نشسته بوده من؟ خیر چی کنم رفت. ای احمق. او در کجا است ها؟ در کجا؟ به خدا اکا اون احمق در درون است، بیرون برآمده است. رفته آن حیوان را به نزد من آرید. اکا اینقدر زود قرار ندهیم ها؟ در درون آدم پلیس است. اگر به خونه داریم جنایت شدنش ممکن است. دمت را گیر تایلاق. از تو یگان کس پرسید. رفته آن میمون را به نزد من آرید. تمام رفتیم. مایلش در اینجا کسی هست. انا بین نفری است که بسیار زیبا است و با شما عاشق است. شاهزاده است که روزی آمده با اسب سفید شما را سوار کرده میبرد. همین خیر؟ بله، یعنی اون کس انا بینید به شما بسیار نزدیک است. او همیشه در نزد شما است ولی شما او را نمیبینید. او تمام هستیش را برای شما بخشیدگی است. همیشه عقل و شش به شماست. او شما را دوست می‌دارد اما شما او را زیر کرده میگذارید. لوین با فکر من اینقدر کیفایه است و تو بسیار سپاسگزارم. دست درد رو نبیند. از شما سپاسگزارم سیلین جان، برای قهوه تیار کردت می‌ندارم. خیر به شما شب خوش. من میروم. خیر. ایست نرو. چی گفتی؟ یعنی چی؟ نمیرفتی میموندی؟ خانم سیلین درباره شما خوب روم؟ وای با تو سیلین، مگر انسان خودش رو اینقدر شرمنده میکند؟ تو خطا فهمیدی من این خیلی گفتنی نبودم. نباشد چی رو در نظر داری خانم سیلین؟ چی جونم؟ یعنی دوز اومده بود کو
гарчанде ки дӯст наомада буд ман туро барои ҳамон даъват кардам. мефаҳмам хонум Селин, ин барои мо тамоман ҳолатҳои профессионалӣ ҳаст. барои бехатари шумо ман омодаам ки дар пушти дари хонаи шумо хоб равам. ягон дӯст ба ин ҷо наздик шуда наметавонад. хонум Селин, ман барои муҳофизат кардан омодаам, аммо дар ин нисфи шаб дар хонаи шумо монданам он қадар зебанда намешавад хонум Селин, чунки ман гург ҳастам, ту гӯспан. охир Левин Селин мехоҳад ки дар бараш бошад, ту чӣ мегӯӣ беақл? ин чӣ муносибат аст ҷонам? албатта ки дар ин ҷо монда наметавонӣ. ман чӣ барои худамро беҳтар ҳис кардам туро гуфтам бимон. албатта ки дар ин ҷо монда наметавонӣ. шаби хуш. майли мерам. худои тавба. ба ин тараф. охир хонум Селин, агар нороҳат бошед, агар тарсида истода бошед, ман интизор шуда метавонам, яъне дар берун. лозим нест Левин, ташаккури зиёд. охир яке ҳамон дӯз ба хонатон боз биёду ба шумо таҳдид кунад, баъд чӣ мешавад? Левин, аз ростӣ лозим нест. пагово мехӯрем. то бозид ман мерам хонум Селин. ба ин тараф. ба ин тараф фаромӯш кардам. шаб бахайр. оромона хоб равед, ҳеҷ чиз намешавад. хайр. Лутсио Левин чӣ кори кардагид буд? ой калтекалас дар куҷо аст? сардорам дар ҳеҷ куҷо ӯро наёфтем. чӣ хел наёфтед? чӣ хел наёфтед? чӣ магар вай ба хари замин даромад? маро девона карде? ёбанку калтакелат. чорчашма. ҳа, одамони канъони девона, шумо дар инҷо чӣ мекӯбед? магар раи хонатонро гум кардед? акай канонро дар мошин интизор аст. ба ту гап доштааст, фаҳмидӣ? канъони девона ба ман гап задан мехоҳад? пеш дара. як дақиқа алё, дар муқобили ту полис истодааст. ҳой дастонат бисёр бозӣ карда истода. эҳтиёт бош, боз нашиканад. шефтон дар мошинай? бале туро интизор аст. рав инро бин, боз мошинашро дар назди хонаи хонум Селин гузоштааст. ҳарфи бетарбия. дари сардора букшо. биё чорчашма даро. барои то ба ин ҷо ҳамроҳӣ карданатон бисёр сипосгузорам. хоҳиш мекунам. шаби хуш. шаб бахайр. чӣ шуд оғои канъон? маро ёд кардӣ? ҳам мардак мемонӣ қатъи янгаат 10 дақиқа суҳбат кунем. ман ҳар вақте ки бо янгаат бошам, шумо дарра бо одаморо дар ҳамон лаҳзаву ҳамон вақт пайдо мешавӣ. худат мисли шефо дар мошин дароз кашида мешиниву шогирдонатро ба тарафи ман равон мекунӣ. бо камера набошам. хомӯшав, даматро гир. ин қадар бисёр налақ касиф. гап занира бин. биё мардонавор гап занем. мардак бар ин. майлаш, гап зан, чӣ гап дорӣ? ту дар хонаи хонум Селин чӣ кор мекунӣ, ҳа? боз дар ин ними шаб. кори ту чӣ? магар дар ин бора ба ту ҳисобот диҳам? кори ту чӣ? ой, ту чӣ қадар одами пасту разил будаӣ, ҳа? чорчашмаи бешараф. барои бо хонум Селин танҳо мондан маро фиреб кардӣ. ба ман гуфтӣ ки он духтур бетул хоҳари калтакелас аст. е мардак дод наза чӣ дод мезанӣ? кани гапта бизан бифаҳмем. гӯш кун, охирин дафъа огоҳ мекунам. туро дар назди хонум Селин дигар набинам. ҳатто агар дар атрофи хонааш бубинам, гӯшҳоятро мебурам. ту худат ки ҳастӣ? ту худат ки ҳастӣ? муносибате ки байни ману хонум Селин аст, ба ту чӣ дахл дорад? байни туву хонум Селин чӣ будааст? гӯш кун, мардак, кори ту чӣ ай? ту милисаи ки қадар пурсу пос дорӣ? дар асл бояд ман савол диҳам, на ин ки ту. маро гӯш кун. дар муқобили ту бошад девона истодааст. ман ту бар ин морпехиро гӯш намекунам. маро беҳуда девона нагуфтам, фаҳмидӣ? дигар туро огоҳ намекунам. ин охирин огоҳиам аст. чорчашма инро дониста бош. зӯҳро, ба язнатон чӣ гуфте? кори ту чӣ? чизе гуфта бошам гуфтам. гӯш кунед. гуфтаҳоятонро ман бояд донам. чаро мегурезӣ? дар ин ҳолат намегурезам.
از این بعد به هیچ کجا نمیگریزم. خواهرم رو تنها نمیگذارم. به فکر من تو او را پرتافتی. با مانند بیت الخواهر هیچ ارزنده نیست به تو. دستت رو گیر. گیر دستت رو. ده. زهرا این خیلی نکن. از دست چلاق چیزی میآید کردن گیر مینش. گوش کن، تو هم مرا هم بزرگی عشقم را نفهمیده بودی. من از سیلن هرگز دست نمیکشم. این را با آن عقل دیوانه جا بکن و از پس من نگر. میل شکر کنان باشی. کم شو. ای کربکا، این را خودت خواستی. من اکنون میبینی. سلام علیکم. خوش آمدی. خوش باشید. معلوم که امانت را آوردی آقای کاتکیلاس. آوردم اما امانت این دفعه بسیار وزنی رفته. دانسته باش. بسیار خوب. انا بین در مقابلش برادرت را میگیری. کفایه نیست؟ کفایه نیست. اگر دنیا را هم دهید کفایه نیست. احسن. خدا را شکر. تشکر به تو. سلامت باشی. در کارت خوب بوده ای. این رو بغیر از تو از آنجا دیگر هیچ کس دزدیده نمیتوانیست. مخلص تو هستم. مقام و مرتبت باز هم در نزد من بلندتر شد. بیهوده تو رو کاتکیلاس نگفتند. گذارید روند. یگان کس در این زمان برای برادرش حیاتش را اینقدر در خطر نمیگذارد. برادر، که بودن کاتکیلاس آشکار شد. باز دنباله گفته جماعت رو فریب میدهد. امر میبراید. حالا میبینی. شوکت دیدی هم؟ یک هیکلچه برای ما چقدر مشکلی رو با حیاتم رو سوزندی. حیاتم رو. برادر، به خدا که ندانسته شد. خاموش و شوکت. از روی تو شده. زهرا رو تو آفد عمرم از دست دادم. خواهرم بیتول چون فهمد که اکاش دزد قاطعش عجب چی میکرده باشد. خدا میداند مرا از حیاتش تماما تازه میکند. نه او رو یافتم گفتم باز بیتول رو از دست میدیم. به خدا درونم میسوزد برادر. چی گفتنم را نمیدانم. یگان چیز نگو شوکت. اکنون هیچ چیز نگو. یگان جای گپش نمانده کنم. مگر این خیل می شود من برادری تو هستم. تمام شد شوکت، فهمیدی؟ چی تمام شد؟ تمام شد آخر. برادری هم دوستی هم تمام شد. انشاءالله هدایت میابم. خفه نشو برادر. التماس مرا تنها گذار. من کمتر تنها ماندن میخوام. رو.
روزهای دراز با یک آدم در یک حجره خوب کردم، با یک دوست.